سلام و عرض ادب خدمت دوستان عزیزم. پیشنهاد بنده اینه که کتاب بیشعوری رو بخونیم. خیلی عالیه، خیلی تاثیرگذاره، خیلی مفیده. عرض کنم خدمتتون که باعث میشه شعورمون بره بالاتر و بتونیم بهتر با دانشجوی حقوق، با وکلای همکار، با اساتیدمون بهتر صحبت کنیم. من پریروز بود فکر کنم، در خصوص فرار از دین از یکی از وکلا که تازه وکیلم فکر کنم هستش، فکر کنم شیرازی هم بود، صحبت میکردم. ایشون تبره رفت و پاسخ نداد و به خاطر این که مثلا از این قضیه فرار کنه، من یه سوالی داشتم پرسیده بودم، تو متنم یه جابجایی شده بود، فکر کنم اشتباه تایپی شده بود. بعد گفتش که شما در شأن من نیستید و تو کلماتتون یک اشتباه حقوقی داشتین و فلان و از این حرفا که به شخصیت بنده برخورد و باعث شد اصلا کلا ادامه ندم و بحث نکنم با چنین شخصیتی. ازتون خواهش دارم کتاب بیشعوری رو ازم، یعنی خودم اول و دیگران دوستان همکاران خودم، بخونیم، متوجه بشیم و خودمون رو بشناسیم، چجوری صحبت کنیم، چجوری برخورد کنیم. و از نظر من ما باید با هم دوست باشیم. اگر کم و کاستی هایی هم داریم باید به هم کمک کنیم، سواد همدیگر رو ارتقا بدیم و کلن حقوق جماعت باید به همدیگه کمک کنن. رقابت